سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار سرقنصل امارت اسلامی افغانستان در ایران با قوانچ مراد اوزو محمدوی جاتایوف، سرقنصل ترکمنستان در مشهد. گفتگوی مفتی محمد اکبر عظیمی، سرقنصل امارت اسلامی افغانستان در استانبول با نمایندگان اتحادیه و انجمن محصلان افغان از 22 پانتون ترکیه. و بازگشت گروه کوچکی از فلسطینیان پس از دریافت خدمات صحی در مصر از طریق گذرگاه رفح به غزه. امروز سه‌شنبه 14 ماه دلوی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی نور محمد متوکل، سرقنصل امارت اسلامی افغانستان در ایران با قوانچ مراد اوزو محمدوی جاتایوف، سرقنصل ترکمنستان در مشهد دیدار کرد. سرقنصلگری افغانستان در مشهد میگوید که در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و ویژه در بخش زیربنایی تاکید کردند. مفتی محمد اکبر عظیمی، سرقنصل امارت اسلامی افغانستان در استانبول با نمایندگان اتحادیه و انجمن محصلان افغان از 22 پانتون ترکیه دیدار کرد. آقای عظیمی در این دیدار از ارائه خدمات قنصلی و تلاش برای حل مشکلات محصلان افغان اطمینان داد و همچنان با اشاره به تامین امنیت سراسری در کشور آنان را به خدمت به مردم و کشور تشویق کردند. روند توزیع و کمک‌های نقدی برای خانواده‌های عودت کننده در ولایت هرات از سوی مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به گونه رسمی آغاز شد. در این روند برای هر خانواده 5 بوری گندم و 5000 افغانی پول نقد توزیع می شود. و در آخر شبکه خبری الجزیره گزارش داده که نخستین گروه از فلسطینی‌ها پس از دریافت خدمات صحی در مصر از طریق گذرگاه رفح به غزه بازگشتند. بر اساس گزارش این گروه شامل 12 تن بوده که پس از 18 ماه با یک بس مسافربری به غزه بازگشتند. گفتنی است که رژیم اسرائیل گذرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر را روز گذشته دوشنبه به طور محدود بازگشایی کرده، به گونه‌ای که روزانه 50 نفر اجازه ورود به غزه را دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.